مورد خواص مکانیکی یا آهن کانکریت صحبت کردیم دیروز و از جمله در مورد قابلیت کاری صحبت کردیم و استحکامیت و در مورد استحکامیت یک مقدار به دیتیل صحبت کردیم که بعضی مشخصه های دیگر هم شامل بود. یک کمک اینمی چپتر ما اینجا اصلاح ساختم، اونجا بسیار زیاد بود. در خواص مکانیکی آهن کانکریت بسیار زیاد چیزا آورده بودیم که او یک رقم مغلق بود و یاد گرفتن از او و به ذهن سپردنش یک مقدار مشکل بود. ما خلاصه ساختیم به صورت خاص. یک بار ما وقتی زمانی که خواص مکانیکی یا آهن کانکریت بررسی کنیم باید انمی سه کاتگوری عمده، سه خواص عمده به ذهن ما باشه که از خواص اساسی آهن کانکریت، خواص مکانیکی آهن کانکریت او چی است؟ قابلیت کاری است، استحکامیت یا محکمیت است و دیگه مداومت است. مداومت باز بعداً ما شما میخوانیم، او هم بسیار یک رول اساسی داره و یک خواص بسیار مهمی آهن کانکریت است. بعد از او اونو مشخصات های دیگه ای که بود از قبیل خیزیش کانکریت و پلاستیکیت و مسئله مقاومت فشاری، مقاومت کشیشی، این مسائل که شامل استحکامیت کانکریت میشه. درست است؟ ما ایرا اینجا باز آوردیم در قسمت استحکامیت یک کمک مرور میکنیم. از جمله خواص مکانیکی یک قابلیت کاری شد. قابلیت کاری را ما بررسی کردیم. عوامل مؤثر بر قابلیت کاری را هم بررسی کردیم که برای قابلیت کاری که یک از خواص عمده آهن کانکریت است کدام عوامل تاثیرات خود داره که اندازه هایی بود، شکل و نسبت های اختلاط بود، دانه بندی بود، شکل ظاهری بود، موادهای افزودنی بود و نحوه آزمایشی چی بود؟ خود سلم تستا بوده که برای خاطر قابلیت کاری کانکریت استفاده می شد که او مربوط خواص قابلیت کاری یا ورکبیلیتی کانکریت می شد. بعد از او از خواص عمده دیگه مکانیکی آهن کانکریت محکمیت است یا استرنت است یا استحکامیت است که ما شما در موردش دیروز صحبت کردیم. خود محکمیت از جمله خواص بسیار اساسی و عمده در پهلوی مداومت و قابلیت کاری کانکریت است که این محکمیت باز در چندین کاتگوری دیگه تقسیم میشه یا در چندین خواصای جزئی دیگه شامل میشه که او در مجموع خود شامل خاصیت محکمیت کانکریت است که ما در این بخش نشان میدیم که او محکمیت فشاری است، محکمیت کشیشی است، تغییر شکل است، مدل ارتجاعیت است، انقباض است، خیزش است. این چیزایی است که در دیزاین بازپسان ما و شما این فاکتورها را همه مسائلش در نظر میگیریم. درست است؟ مسئله متوجه باشین از امو سه خاصیت اساسی است عمده آهن کانکریتی که یک قابلیت کاری بود، او در خود دیزاین در نظر گرفته نمیشه. در خود دیزاین او مسئله کار صاحبی است که در ساحه در زمان تطبیق یا پیش از اینکه تطبیق شود او باید او شرایط فراهم شود تا که مسئله دیزاینش برسه. زمانی که ما در ورق محاسبه میکنیم، سنجش میکنیم، مثلا یک تعمیر دیزاین میکنیم، اینمی مهمترین خاصیت، اینمی خاصیت چیش است؟ خاصیت محکمیت است یا استرنت است که او شامل اینمی محکمیت فشاری است، محکمیت کشیشی است، تغییر شکل است، مدل ارتجاعیت، انقباض، خیزش و همچنان وزن خود حجمی مواد آهن کانکریت که او عبارت از همون خواص مواد اولیش بود، اونا را هم ما در نظر میگیریم. یعنی اینمی چند مورد ما بررسی میکنیم که دیروز در مورد محکمیت فشاری ما شما صحبت کردیم، محکمیت کشیشی را نمیفهم صحبت کردیم، یعنی دیگه او را همین مسائلی که باقی مانده او را امروز بررسی میکنیم. درست است که این شامل کاتگوری مشخصه اصلی استرنت یا محکمیت کانکریت است. خب در مورد محکمیت فشاری کانکریت دیروز صحبت کردیم، نمونه هایش در نظر گرفتیم. صرف این جدول ما یک کمک توضیح میتونم که همون محکمیت فشاری کانکریت عادی را در دیزاین های مختلف نشان میده. هر مشخصه ای را ما گفتم در آهن کانکریتی که ما بررسی میکنیم باید اندازه شود. وقتی میگیم می خاصیت مهم است پس باید اندازه شود و خاصیت مهم از او فهمیده شود که مثلا محکمیت از بالا است، پایین است، متوسط است، در کدام کاتگوری است. نه کانکریت به گرید های مختلف تقسیمات میشه یا به مارک های مختلف تقسیمات میشه که او را ما و شما میشه که در بخش دیزاین مخلوط کانکریت که در یک فصل جداگانه
بسیار مختصر و چیزی است. ما و شما در میکس دیزاین او را بیشتر میخوانیم، ولی اینجا همین قدر اشاره باید بکنیم که در قسمت محکمیت کانکریت و گرید های متفاوت تقسیمات میشه. کانکریتی با محکمیت پایین، کانکریتی با محکمیت عادی و کانکریتی با محکمیت بالا و یا سخت. درست است؟ و اینا کلا در کاتگوری های مختلف یا میتونیم بگوییم که در حالت میکس، در دو حالت میتونه میکس شود. یکی نومینال میکس میگه، یکی هم میکس دیزاین میگه. در نومینال میکس کانکریت عادی است که مارک های ضعیف و نسبتا متوسط داره، و در میکس دیزاین کانکریت استحکامیت و محکمیت بالا را داره. از مارک 250 به بالا یا به M25 به بالا کانکریت است که در حالت میکس دیزاین جور میشه و استحکامیت بالا داره، و کانکریت هایی که محکمیتش از 25 مگاپاسکال کمتر است یا از مارک 250 پایین تر است، مارک 200 است، مارک 150 است، 100 است، 75 و 50 و پایین پایین، اینا که از کانکریت عادی است که نومینال میکس میگه. در این جدول شما ببینید در اینجا بخش صرف کانکریت عادی یا نومینال میکس اینجا نشان داده شده. مینیمم کیوب استرنت ریکوایرد در واحد پی سی آی نشان داده. شما اینجا متوجه شوید که بر میکس 112 113 124 136 148 میکس ها ای چی معنا میده؟ معنای از این است که 112 عدد اولش سمنت است، دومش ریگ است، سومش جغل است. همین ترکیب اساسی مواد اولیه خشک در نظر میگیره. درست است؟ اولش نسبت سمنت است. این امو 1 متر مکعب مخلوط کانکریت شما که تصور کنین، نسبت اولش 1 حصه سمنت، 1 حصه دیگه هم دو ریگ و 2 حصه دیگه، دو چند حصه دیگه میشه جغل. یعنی 1 شد، 2 شد، 2 حصه دیگه 4 حصه شد. 1 متر مکعب شما به 4 حصه مساوی اگه تقسیم کنین، یک نسبت را تشکیل میده. با کدام نسبت ها باشه که اینمی نسبت 1:1:2 که است مارک 200 است. درست است؟ مارک 200 یا M20. و این به این نسبت کدام محکمیت داره؟ محکمیت از این محکمیت 7 روزه و 28 روزه تقسیم شده. در لابراتوار که تست میکنه 4000 پی سی آی است و محکمیت 28 روزهش 6000 پی سی آی است. ولی در ساحه که تست میشه، در ساحه که عملا خودی محکمیتش در نظر گرفته میشه و او قابل ملاحظه است، 3000 و 4500 است. یعنی از محکمیت لابراتوار کده محکمیت ساحوی را یک چیزی کمتر میگیره در حالتی به خاطر سیفتی بودن. و یا به اصطلاح دیگه تستی که در لابراتوار میشه معمولا اون نمونه ها بسیار با یک شرایط خوب او تهیه میشه و نگهداری میشه و بالاخره آزمایش میشه و معلوم دار است که او نتیجه خوب و محکمیت خوب از خود نشان میده. چیزی که در ساحه هست ممکنه او مقدار به اندازه‌ای که امون نمونه ها در لابراتوار ازش مراقبت میشه و تهیه میشه و نگهداری میشه و تست میشه، اون نتیجه را نده. درست است. مثلا در مسئله آبدهی، درجه حرارت و تمام فاکتورهایی که بالای محکمیت کانکریت تاثیرات خود داشت در ساحه عمل ممکن است که به او شکل اساسیش آماده نشود. به او خاطر است که محکمیت ساحوی یکی موضوع است، محکمیتی که نمونه هایش در لابراتوار در نظر میگیره او چیزی دیگه است. مثلا ما اگر محکمیتی که در لابراتوار به دست میآید 3000 پی سی آی باشه، محکمیت 7 روزیشه، نمونه‌ای که در لابراتوار در نظر گرفته شده با ساحه باز او مقایسه میشه، باز او ساحه ریجکت میشه که چرا محکمیت از 3000 بود، باید محکمیت نظامی نمونه‌ای که نظامی کار گرفته شده در لابراتوار 4000 باشه، در ساحه 3000 در نظر گرفته میشه. درست است؟ یعنی همون لیمیت از این نشان میده. و نسبت بعدی کانکریت که مارک 150 است، مثلا 1:1.5 است، یک حصه سمنت، 1.5 حصه هم ریک و 3 حصه سه چند دیگهش جغل است. این محکمیتش میبینین اینجا یک مقدار کمتر است. همین مارکش که پایین شد یعنی محکمیت یا استرنت یا استحکامیتش پایین تر است که محکمیت 7 روزش در لابراتوار 3350 و محکمیت 28 روزش 5000 است که در ساحوی هم 2500 و 3750 است.
و هر قدر که این مارکا پایین شده بره، نسبت های ریگ و جغل مقدارش زیاد باشه، در حالی که سمنت ثابت است، یک حصه در کلش یک حصه، و در اونجا فقط مقدار ریگ و جغل دو چند شده میره. معلوم دار است که مواد چسبانندهش که کم شد، محکمیت از هم به ترتیب کم شده میره. بنابراین این به کاتگوری های اینمی مارک ها تقسیم شده که مارک 200، مارک 150، از 200 ما با پایین میاییم، درست است؟ مارک 200، مارک 150، مارک 100 و مارک 75 و مارک 50. اینمی چند مارک در اینجا ما در نظر گرفتیم که محکمیت را شما میبینین پایین پایین جدا رفته. ولی کانکریت عادی یا مارک 200 که از جمله نومینال میکس است، میکس دیزاین نیست، محکمیتش بسیار بالا و فوق العاده نیست، اونا همون محکمیت 28 روزشی 6000 پی سی آی است. درست است؟ و این ترکیب ها و نسبت ها را ما و شما باز چی میکنیم در بخش میکس دیزاین بسیار به دیتیل میخوانیم و این ربط میتیم با مارک، چقدر مارک چی نسبت هایی را باید داشته باشه. درست است؟ و همچنین نسبت واتر پر سیمنت ریشیو در اونجا بسیار مفصل تشریح میشه. خب این بسیار مهم بود، این موضوع از او خاطر ما براتون تشریح کردم که یک مقدار وضاحت داده شود که محکمیت کانکریت که خواص عمده آهن کانکریت هست، این به کدام کاتگوری ها تقسیم میشه؟ به مارک های مختلف تقسیم میشه. درست است؟ یکی کانکریت عادی و یکی میکس دیزاین. کانکریت عادی باز به مارک هایی که براتون گفتم، به می مارک های مختلف باز تقسیمات میشه که محکمیتش نشان میده که بالا، پایین، متوسط چقدر است. خب این مسائل دیگه چه باز خواندیم و شما که نوع اندازه نمونه، سرعت بارگذاری و زمان و مشخصات پرکننده نسبت آب بر سمنت، اینا مکمل بالای محکمیت کانکریت تاثیر داره که او عبارت از مشخصه اساسی آن کانکریت است. چیزی را که اشاره نکردیم به اون مانده بود مسئله رطوبت و درجه حرارت است. این دو موضوع باقی مانده بود، نه که بالای محکمیت کانکریت این دو موضوع دیگه هم تاثیر داره که تاثیرات از این چی است اینجا ما بررسی میکنیم. مسئله رطوبت، موضوع رطوبت بسیار مهم است. این را شما تمرکز کنین سر از که یک نمونه یا یک سمپل را که از آهن کانکریت است ما میخواهیم که محکمیت از او را در لابراتوار تست کنیم، این اگر در حالت مرطوب باشه، درست است، مقاومت 3 روزه، 7 روزه و همچنان 28 روزه شما تست کنیم، این مرطوب باشه محکمیت از این چطور است، و اگر خشک باشه محکمیت از این چطور است. درست است؟ این میگه که اگر این نمونه ها یا نمونه ای را که ما آن کانکریت تست میکنیم، آزمایش میکنیم، محکمیتش معلوم میکنیم، اگر مرطوب باشه این محکمیتش یک مقدار پایینتر نشان میده نسبت به نمونه ای که او خشک است. درست است؟ او خشک است، نسبت به او محکمیت کانکریت تاثیرات خود داره. و دیگه این اینجا شما ببینید در این جدول بسیار خوب معلوم میشه که همون شرایط نگهداری مقدار رطوبت در زمان آزمایش نشان داده شده. اینجا مثلا ما نمونه ای را داریم که در تمام مدت در بین آب نبوده، بدون مراقبت اون نمونه چی شده آزمایش میشه. محکمیت شما ببینید اینجا تقریبا در حدود 50% محکمیت خود میگیره. و باز نمونه دیگر را مثلا داریم که تا 3 روز مراقبت میشه، تا 3 روز مرطوب نگه داشته میشه و بعد از او در هوای آزاد نگه میشه. این محکمیتش یک مقدار خوب است، ولی باز هم به 100% نمیرسه، 75% محکمیت واقعی خود میگیره. و اگر ما نمونه ای داشته باشیم که در 7 روز خوب مراقبت شوه، مرطوب نگهداری شوه، بعد از او در هوا نگهداری شوه، این محکمیت خود نسبتاً تا 100% خود محکمیت واقعی خود میگیره. درست است؟ و هرگاه ما نمونه ای داشته باشیم که مراقبت مرطوب به صورت مداوم باشه، نمونه هایی رو گفتیم که از سمپل هایی که ما در لابراتوار تست میکنیم کاملا در بین آب نگهداری میشه، اونا به مو خاطر است که محکمیتش حتی از 100% کده هم زیادتر است. به مو خاطر است که در لابراتوار نمونه هایی که نگهداری میشه محکمیتش زیادتر است نسبت به ساحه. این دلیل عمدهش نمی است.
شرایط رطوبت چقدر مهم است بالای عناصر آهن کانکریتی و محکمیتش، شما در این جدول متوجه باید باشین. و مو خاطر است که ما عناصر آهن کانکریتی را زمانی که تشکیل میده میگم که مراقبت کنین. چه قسم مراقبت کنین؟ مسئله کیورینگ است، نه آبدهی. تا 3 روز خو بیخی واجب است که باید اصلا امون نمونه ها امو آهن کانکریت خشک نشوه از پیشتان. اگر سلب است، اگر تهداب است، اگر پایه هاست، گادر است، هر ساختمانی را که شما در آهن کانکریت استفاده میکنین ریخت کردین، تا 3 روز را باید کاملا مرطوب باشه، اصلا خشک نشوه. سطح از او که خشک شد او هایدریشن و مسئله چسبیش به مشکل برمیخوره و او محکمیت خود نمیگیره. بعد از 3 روز مثلا میشه که یک مقدار امو آبدهی را کمتر کنه. کمتر به چی مفهوم؟ نه که او رو بانه که خشک شوه بخی. مثلا از طرف شب میشه که اموت باشه، چرا که او رطوبت خود از دست نمیته، آفتاب سرش مستقیم شوی آفتاب نیسته. از طرف روز باید مراقبت کنه تا 7 روز را حداقل باید یا حداقل بوری استفاده کنه یا کا یا هر مواد دیگه یا اینکه حوضچه ها جور کنه او بالای شموت رو یک رقم آبپاشی کنه که نمان خشک نشوه از پیشان. اما سطح خود کانکریت سطوح بیرونیش باید چون با ارتباط با هوا است خشک نشود. و مو خاطر است که باید مراقبت شود تا 7 روز بسیار ضرور است. بعد از 7 روز میشه که امو تا مرطوب نگاهش کنه، ولی خیر است کم کم اگه خشک شد سطحش پروا نداره. تا 7 روز را شما میبینین که اگر مراقبت شوه بعد از او در هوا نگهداری هم شوه مشکل نیست، 100% محکمیت خود امی آهن کانکریت میگیره. این مواردی است که بسیار مهم است. این مسائل را باید شما بفهمین که در مهمترین خواص آهن کانکریت که عبارت از محکمیت است تاثیر خود داره. به او خاطر مسئله رطوبت در آزمایشگاه و در عمل اینقدر تاثیرات خود داره و مهم است. ما شما باید این مسائل بفهمید. درست است؟ دیگه درجه حرارت است که بالای محکمیت کانکریت قرار داره که ما شما قبلا نگفته بودیم. درجه حرارت هم یک چیزی مشخص و واضح هست که هرگاه درجه حرارت برای ریخت کانکریت در زمانی که کانکریت ریخت میکنه در ساحه در چی حدود باشه؟ شما شاید با این سوال برخورده باشین. معمولا در شرایط زمستان زمانی که تیر ماه یا خزان هوا سرد میشه، باز اکثر کسا از انجینر صاحبا سوال میکنه که چی کنیم، کانکریت ریزی کنیم نکنیم؟ نه، یک سوال است. چرا که درجه هوا بسیار پایین میاد و این را هم اکثریت دوستان میفهمه که تا 5 درجه سانتیگراد ما میتونیم که استفاده کنیم کانکریت ریزی کنیم. وقتی که درجه هوا از 5 درجه پایین میشه، یعنی آب کم کم میبینین که شبانه یخ میزنه، باز در اون صورت هیچ وقت اجازه کانکریت ریزی عادی داده نشود، به خاطر از اینکه محکمیت خود عمود درست کانکریت گرفته نمیتونه. یعنی می شرایطش است. ما شما باید این شرایطی خوب محکمیت گرفتن کانکریت باید بفهمیم. نه، یکی از او شرایط، یکی از او عوامل درجه حرارت است که کانکریت در درجه حرارت 4 درجه یا 5 درجه شروع درجه سانتیگراد تا 46 درجه سانتیگراد میتونه که یک انتروالی است که کانکریت ریخته شود. ولی مناسب ترین درجه حرارت به کانکریت اونمو است که ما شما در سمپل و نمونهش گفتیم که تحت 22 جمع 2 درجه سانتیگراد، جمع منفی 2 درجه، 20 یا 19 الی 22 23 درجه بهترین درجه حرارت است که کانکریت محکمیت خود میگیره. یک گراف را هم ما شما فکر کنم که توضیح دادیم که اگر درجه حرارت چقدر پایین باشه و مو اندازه کانکریت زود خود جوش میده، زود جوش میکنه. و هر قدر که می گراف درجه حرارت بالا باشه، ببخشید، هرگاه درجه حرارت بسیار پایین باشه بسیار کند خود سخت میکنه. هر قدر درجه حرارت بالا باشه کانکریت خود زودتر سخت میکنه. درست است؟ ولی مناسب ترینش اون 19 الی 22 23 درجه است. این اینجا مجدول اینجا است. فیصدی مقاومت کسب شده در درجه حرارت مختلف. در 4 درجه شما فکر کنین مقاومت 3 روزیش 20%، مقاومت 7 روزیش 40%، مقاومت 14 روزیش 57%، مقاومت 28 روزیش 76%. و جای از اینکه مقاومتش 100% شود در 28 روزه، نه، یا حداقل به 99% و اینا برسه، چون درجه حرارت پایین بوده، در شرایط سرد کانکریت ریزی شده، بنابراین محکمیت خود، حتی محکمیت نهایی خود 76% محکمیت نهایی خود میگیره. یک چالش بسیار عمده است.
دیگه مثلا در درجه حرارت 13 درجه شما مشاهده کنید، محکمیت نهاییش 96 درجه، کمک خود نزدیک ساخته، خوب است نه؟ ولی در 21 درجه محکمیت 100% خود میگیره و در 46 درجه بیخی از 100% محکمیت خود هم زیادتر میکنه. این درجه حرارت یک مقدار بالا است. ما امو درجه مناسبش برش میگیریم. اینالی درست است. شما سوال در اینجا پیش بیاید که خیلی 46 درجه وقتی درجه حرارت بالا باشه، خیلی ما چرا کانکریت کوشش کنیم که در درجه هوای گرم کانکریت ریزی کنیم که محکمیتش زیادتر از حالتی متصوره میشه. نه او گپ نیست، بازو شرایط دیگهش با سخت میشه. مثلا زود آب خود از دست میده، شرایط نگهداری و کیورینگ از او بسیار سخت میشه و بعضی ترکیبات یا مواد علاوگی که در کانکریت استفاده میشه ممکن است در درجه حرارت بلندتر امی تعامل از اینا هم به چالش بخوره. به او خاطر است که این صرف یک ارزیابی درجه حرارت است که ما و شما تا 46 درجه را هم میتونیم که در نظر بگیریم کانکریت ریخت کنیم. وقتی که از 46 درجه و بالا میشه، بعضی کشورها بعضی شهرها هستن که درجه هوا بسیار بالا میشه، باز در اونجا باید بعضی تدابیر را در نظر بگیریم. درست است، تدابیر رو در نظر بگیریم. از علاوگی هایی که کانکریت را یک مقدار سخت میسازه از اونها استفاده شود که حداقل همین شرایط مناسب ما در ریخت کانکریت در نظر بگیریم. پس حرارت، درجه حرارت در ریخت کانکریت، در محکمیت کانکریت تاثیرات خود داره. این موضوع رو به یاد داشته باشید. خب موضوع بعدی که از مشخصه اساسی محکمیت کانکریت بود، محکمیت کششی کانکریت است. دیگر در قسمت محکمیت فشاری تا با حالا که گفتیم تمام مسائل روی محکمیت فشاری بود. عواملی که تاثیر داره، چگونه باید ما کوشش کنیم که یک محکمیت فشاری مناسب کانکریت به دست بیاریم، باید اینی مسائل دیگر را باید بفهمیم نه. بعد از او محکمیت کششی کانکریت است که ایران باید بفهمیم. محکمیت کششی کانکریت میفهمیم که بسیار کم است، زیاد دو قدر جدی نیست که ما شما در دیزاین های را در نظر بگیریم یا نگیریم. به خاطر از اینکه به خاطر محکمیت کششی یا قابلیت کششی کانکریت ما مشکلش حل بکنیم و موسیقی های فولادی را استفاده میکردیم نه گروه بازپسان در دیزاین در نظر میگیریم. ولی خود کانکریت هم یک مقدار میخواست کششیش بفهمیم که چه مقدار است، چه قسم تست میشه، چه قسم آزمایش میشه و این خاصیت کششی از این چقدر است. درست است؟ در حدود 8 الی 15% مقاومت فشاریش است. این را خود اول هم گفتیم. ولی چگونه تست میشه، کودها و استانداردها هم مشخص کرده و ما شما باید اندازهش بفهمیم نه. گفتیم هر چیزی که گفته میشه در اینجا باید اندازه شود، واحد و اندازه و مقدارش باید معلوم شود. پس مقدار خاصیت کششی کانکریت در آزمایشگاه به دو طریقه به دست میارن یا آزمایش میکنن. یکی در کدی ASTM C496 چی کار میکنن؟ نمونه را به این شکل، اونمو نمونه استوانه‌ای را در نظر میگیره ولی او را به شکل در این قسم شما میبینین به این شکل به صورت افقی میمانه در زیر دستگاه. بعد از او فشار از طرف بالا و پایین، بالا از این فشار وارد میکنه به این شکل شما ببینین و اینجا قطعش نشان داده، قطع مقطع را نشان داده. پی اونمو فشار است از طرف بالا و پی دیگه فشار از طرف پایین، بالا ازی وارد میشه. این گرچند ظاهرا آزمایش فشاری معلوم میشه ولی اینمی شکل اسطوانه‌ای که داره وقتی که فشار عمل میکنه از طرف دو طرف ای از بین خود درز میکنه، شکستگی به وجود میاد. در حقیقت اینمی از امی آزمایش کششی رو به دست میاره که چقدر خود کش کرده به دو طرف، چه موقع چه مقدار فشار وارد شده تا که درز در اینجا به وجود آمده و این از این قسمت وسط خود شکسته به دو طرف رفته. درست است؟ این سوال دیگه به ذهن آدمی میآید که چرا خیمی آزمایش از دو طرفش توسط دستگاه گرفته اید کش نمیکنه، مثل سیخا، آزمایش سیخا. و این را نمیفهمم. در ما زیاد در این باره ریسرچ هم کردم، نگفتن. اما در یک جای اشاره شده بودن که به او شکل آزمایشش در دستگاه اگر آزمایش هم کردن با اینمی فشاری که از دو طرفش به شکل اسطوانه‌ای میآید تقریبا نتیجه مساوی را گرفته. به او خاطر
دستگاهی که به این قسم فشار بده ساده تر است که ما از یک دستگاه مثلا استفاده میکنیم به چندین آزمایش، چندین نمونه تست. این کارش ساده تر است نسبت به اینکه که مثلا بر از او یک دستگاه مخصوص بسازه و بری رقم کش کنه مثل سیخای فولادی. شاید همون شرایطی نحوه اتکای از او یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنه، اونجا شکستگی یا بریش را به وجود میاره یا هر دلایل دیگه که هست، ایش زیاد تشریحات نشده و در کدها وقتی در قسمت آزمایش کششی کانکریت ما مطالعه میکنیم اینمی نمونه را به این شکل میگه که به این شکل نمونه های آزمایشی به این شکل چی میشه، همین نمونه استوانه‌ای و حالت فشار از دو طرف بالا و پایین فشار میآید و کرکی که در وسط صورت میگیره و این به دو طرف خود ایتو تیلا میشه، اینمی مقاومت کششی را از این طریق چی میکنه معلوم میکنه که همونمون نمونهش هم ارتفاع 300 میلی است، 300 میلی 30 سانتی و قطرش هم 15 سانتی است. با سرعت باری که فشار میشه از 0.7 الی 1.4 مگاپاسکال پر سکند و مو سرعت بالای ازی وارد میشه و محکمیت ازی را مشخص میسازه پیدا میکنه. اینجا شما ببینید همون گراف توزیع تشنجات یا کمپریسی که میشه در اینجا نشان داده شده، در سطح زیاد است و در اینجا در قسمت وسط موازی یا مساوی است تا به آخر. و او خاطر است که یک درزی که در اینجا ایجاد میشه، اینجا میبینید درزی که ایجاد میشه، اینمی موقع تشکیل درز عبارت از چقدر قوه فشار وارد میکنه، اونمو عبارت از پیش از اینکه درز تشکیل شود در آستانه تشکیل درز اونمو مقدار قوه سنجش میشه که محکمیت کششی از این کانکریت اینقدر است. صحیح؟ خب و فرمول دریافتش هم اینمی هسته FCT یا تنشن، کانکریت تنشن 2P پای LD. LD که اصلا طول و قطرش است و P مقدار قوه است که وارد میشه، مقدار محکمیتش نظر به این فرمول پیدا میشه که این فرمول هم نظر به کدی ASTM که تنسایل استرنت مشخص میساخت. و همچنان بله اینی فرمول هم هست محکمیتش. یک نمونه دیگه، یک شکل آزمایشی دیگه هم محکمیت کششی کانکریت مشخص میسازه که در اونجا یک نمونه ای را به اندازه 50 سانتی در نظر میگیره با مقطع 15 در 15 سانتی مقطعش است و به شکل گادر به این شکل قرار داده میشه، دو طرفش اتکا و بار به این شکل بالای ازی وارد میشه. این هم یک نمونه دیگری از آزمایش کششی دریافتی از مقاومت کششی کانکریت است. باز نظر به این فرمول مقدار امو محکمیت کششی نظر به این فرمول پیدا میشه در این آزمایش که در اینجا بار با سرعت 0.8 الی 1.2 مگاپاسکال پر سکند وارد میشه. درست است؟ و بارگذاری هم در بالای 1/3 وایه متمرکز میشه. درست است؟ از این اتکا که اتکا در نظر بگیری 1/3 به حساب چی منو همین وایر را در مجموع شما به 3 حصه تقسیم کنین، در قسمت وسط از 1/3 از بار وارد میشه که نمی اینجا مانده به این شکل. خب دیگر رابطه بین محکمیت فشاری و کششی یک رابطه وجود داره که رابطه ما گفتیم که محکمیت کششی 0 از حدود چند الی 15 یا الی 15% محکمیت کششی است، فشاری است و نظر به فرمول یا در آزمایش مستقیم که با برزیلی میگم و آزمایش اول را که ما شما گفتیم نظر به این فرمول محکمیت کششی کانکریت پیدا میشه که محکمیت فشاری را جذرش میگیره ضرب 0.57 میکنه. هر عددی که پیدا شد او عبارت از محکمیت کششی کانکریت است. در کد ASTM بود نه، باز در کد ACI محکمیت رابطه مقدار محکمیت کششی و فشاری توسط از این فرمول پیدا میشه که جذر محکمیت فشاری رو میگیره ضرب 0.7 میکنه و این اونمو محکمیت کششی را به دست میده. دیگه تغییر شکل از خواص عمده دیگه محکمیت کانکریت است که ما شما عالی در مورد تغییر شکل یک چیزی صحبت کنیم یا دیفلکشن. دوستای ما که در این قسمت معلومات داشته باشه میتونه نظر بده که تغییر شکل چه نوع یک خواص آهن کانکریت است.
یا در مورد تغییر شکل چیزی گفتنی دارین؟ کسی هست که یک چیزی بگوید تغییر شکل چی گونه خاصیت میگه برای آهن کانکریت؟ خب تغییر شکل که در مجموع بازپسان ما و شما میرسیم که بعضی مسائل دیگر را بسیار مهمه در او به وجود میاره. به صورت خلاصه بخوایم برتان بگوییم که تمام عناصر ساختمانی، حتی سنگ و کانکریت که خاصیتش بسیار نزدیک است به هم دیگه، که بسیار سخت است، در صورت وارد نمودن بار بالایش و در صورت تحمل بار و وزن بالایش یک تا حدودی را از خود محکمیت و مقاومت نشان میده، ولی بعد از مدتی نظر به شرایط موجوده یک مقدار تغییر شکل در او به وجود می آید. اگر جسم نرم شما تصور کنین، یک مقدار فشرده میشه، نه خود به حساب جمع میکنه. اگر چیزی سخت باشه او محکمیت خود نشان میده. اگر گادر باشه، گادر را شما در نظر بگیرین، وقتی وزن بالای از او وارد شود تا جایی که محکمیتش ثابت است اما حالت خود حفظ میکنه. زمانی که محکمیتش از قوه مقدار بار وارده از توانش کده بیشتر شد، بازو چی میکنه؟ خود خم میکنه به طرف پایین. نه، اینمی حالت تغییر وضعیت از موقعیت اولی را تغییر شکل میگه. درست است؟ یا تغییر ابعاد و اندازه ها در عناصر آهن کانکریتی از اثر بارهای وارده، از اثر وضعیت موجود، از نظر شرایطی که بالای از او اعمال میشه، عبارت از تغییر شکل است. در حقیقت تغییر شکل چی وقت ایجاد میشه؟ در زمانی که در داخل خود نظامی عنصر تشنجات به وجود بیاید و این تشنجات سر به خود به خودی هیچ وقت به وجود نمی آید. زمانی به وجود می آید که او در یک معرض کار و استفاده قرار بگیره، بالای از او وزن وارد شود، و یا یکی یک حالتی را قرار بگیره که او عناصر داخلی از او در کشش و در تشنج شود. حالا مهم نیست یا اجزای داخلی اون عنصر یا پایه است یا سلب است یا گادر است یا تهداب است یا هر عنصر ساختمانی آهن کانکریتی که باشه، زمانی که در معرض استفاده قرار میگیره، بالای از وزن وارد میشه، یک تشنج، یک کشش، یک فشار، یک تحول قوه ها در داخل از رد و بدل میشه. نه، این مقاومت میکنه. مثلا یک قسمتش کش میشه، یک قسمت دیگهش متشنج میشه، یک قسمت دیگه ازی دبریش قرار میگیره. یک حالت توزیع و توزیع قوه ها در اجزای اینمی عناصر به وجود میآید که اینمی حالت سبب میشه که تا حدودی را که مقاومت داره، درست وقتی که مقاومت نهایی از به آخر رسید یا حد مقاومت از به آخر رسید، این از خود یک کمکی تغییر شکل میکنه، یک کمکی به جای میکنه. اما عناصر و ابعاد از یا نمو ذرات از تراکمیت از یا بیشتر میشه یا کمتر میشه، یا به هر صورت یک کمی تغییر شکل در ابعاد از به وجود میاد. پس این خاصیت تغییر شکل میتونه از عوامل مختلف باشه، از اثر بار باشه، از اثر درجه حرارت باشه، از اثر موجودیت آب در او باشه، درست است، و از نظر نحوه عملکرد بارها باشه. پس یک گراف را در اینجا شما تصور کنین که زمانی که یک عنصر تغییر شکل میته، نظر به بار وارده یا نظر به شرایطش، نظر به درجه حرارت، نظر به آب، نظر به هر عاملی که باشه، در داخل از این تشنج به وجود میاد. پس یک فاکتور عمده تشنج شد که چه مقدار در داخل از هر عاملی که هست تشنج زیاد میکنه، و هر قدر که تشنج زیاد شد باز این تغییر شکل خود هم زیاد کرده میره. درست است؟ اینال اینمی رابطه تشنج و تغییر شکل را ما شما در گراف بهتر توضیح میدیم. این در این گراف و ایت شاید ظاهرا تصور کنین که هر قدری که تشنج زیاد شد متناسب به مو تغییر شکل هم زیاد شده میره. وقتی که متناسب به او گفتیم پس یک گراف خطی میشه، نه؟ یعنی رابطه مستقیم داره. ولی در حالی که او شکل در کانکریت او رقم نیست. در کانکریت مقدار تشنج از توان تحمل باربرداری تا 50% رابطه خطی داره، تا 50% محکمیتش. درست است؟ زمانی که از 50% امو تشنج زیاد شد، رابطه تغییر شکل ازی تغییر میکنه. پس تغییر شکل ازی یا کم شده میره یا زیاد شده میره. در اینجا در گراف شما یک دفعه متوجه باشین. اینجا تشنج مثلا
خود راستی موضوع تشنج باید بفهمین که ما در اول هم گفتیم که کانکریت از اثر بارهای وارده یا از اثر عملکرد را که داره یک حدودی در داخلش تشنجات به وجود می آید. وقتی که اونمون تشنجات از تواناییش بیشتر شد بازو دیگه به حساب از هم می پاشه، نه که واحد نداره، به حساب ضریب است، چون تشنج و تغییر شکل با همدیگه یا مقدار قوایی که وارد میشه یا استحکامیت با هم واحدش مساوی است. وقتی بر هم دیگه تقسیم میشه بدون واحد میشه و یک ضریب داره که ضریبش گفتیم از حدود 0.002 الی 0.0035 یا 0.003 این می حدود است تشنج. تشنج شما در اینجا شما مطالعه کنین از صفر شروع میشه، زمانی که بار وارد میشه داخل از همین عنصر تشنجات به وجود میاد، درگیری شروع میشه، نه تا چی مقداره؟ تا 0.002. رابطه تقریبا خطی است، اینی تغییر شکل است، این گراف های تغییر شکل است، صحیح است؟ این تغییر شکل است نظر به مارک های مختلف کانکریت، درست است؟ نظر به گرید های مختلف کانکریت عادی داریم، کانکریت با محکمیت بالا داشتیم، نه اینی همون کانکریت بسیار ضعیف است. شما در نظر بگیرین محکمیتش در حساب پی سی آی 1100 است، اینی دیگهش که 2000 است، 3000 است، 4000 است و اینی هم 5000 است، صحیح است؟ یا مارکش در این طرف نشته شده، مارک 200 و مارک 150 و چند کانکریت ضعیف شما تصور کنین، چون محکمیت از این مقدار است، اینمی به می حدود حرکت میکنه و تا 0.01 رابطه از خطی است، یعنی خطش مستقیم است و از او به او طرف دیگه خطی نیست، نه مستقیم بالا نرفته، اما تو ثابت خود نگه داشته. تغییر شکل از مقدار تشنجاتش راستی، مقدار تشنجات تا اینمی حدود ثابت است تا ماکسیمم حالتش، بعد از او رابطه خطی داره تا 0.0035. در کانکریت نوع دومی میشه هم به این شکل یک کمکی اما محکمیتش بالا رفته، ولی گراف تغییر شکلش میبینین که کمک حالتی غیر خطی بودن خودش بیشتر ساخته و در کانکریت با محکمیت 3000 پی سی آی و 4000 شه که زیادتر مورد استفاده میشه، میبینین گراف به این شکل خود پایین آورده و کانکریتی که محکمیتش حتی تا 5000 میرسه، این حتی تشنجش به حالت آخری خود نرسیده، این دیگه از هم میپاشه، تخریب میشه، صحیح؟ اینجا که از همون تشنجاتش است، اینجا محکمیت است در این مسیر بالایی، یعنی محکمیتش وقتی در حالت عادی در حالت ماکسیمم محکمیت خود که رسید، مقدار تشنجاتش در حالی که داخل در حد اعظمی خود نرسیده. هر قدر که کانکریت مارکش بالا باشه تشنجاتی کمتر را میتونه که متحمل شود، چون زیاد سخت میشه، نه یک دفعه از هم میکفه. وقتی که کانکریتی که مارکش پایین تر باشه تشنجات بیشتر را در داخل خود تحمل میکنه، تا حد اعظمی که اون 0.0035 است تحمل میکنه، ولو که در اینجا ماکسیمم فشار خود داره، بعد از او از ماکسیمم که بالا شد مقدار قوه باز وقت تخریب میشه. پس رابطه بین استرس ان استرین و یا تشنج و تغییر شکل اینمی موضوع است. این گراف باید شما را متوجه باشید. درست است؟ این خاصیت تغییر شکل کانکریت است که شما باید از جایی که کانکریت یک عنصر مهم ساختمانی است، باید اینمی تمام عوامل از ایره، تمام عملکرد از ایره، تمام خاصیت از ایره که اونمو استرس و استرنت است، باید ما و شما بفهمین رابطه بین از اینا را که کانکریت با مارک‌های مختلف در مقابل بارهای وارده چگونه عملکرد داره. اگر کانکریت مارک پایین باشه چگونه عملکرد داره، کانکریت مارک بالا باشه چگونه عملکرد داره. پس تغییر شکل جزئی از خاصیت‌های مهم و اساسی آن کانکریت است که به این شکل اتفاق میفته. نظر به تشنجات داخلی، اینمی کلمه رو فراموش نکنین. زمانی که زمان تغییر شکل در کانکریت به وجود میاد، زمانی که تشنجات داخلیش از حد معمول زیاد شود و این نظر به مارک کانکریت متفاوت است. درست؟ دیگه مدل ارتجاعیت کانکریت است، یا مربوط خواص مهم دیگه از محکمیت کانکریت است که مدل ارتجاعیت برش میگه، که این نسبت تشنجات بر محکمیت ایجاد شده را میگه مدل ارتجاعیت. صحیح است؟ حال تشنجات و محکمیت ما و شما در گراف قبلی مطالعه کردیم، نه
که اونمو مقدار ویلیو یا اندازه تشنجاتی که داخلی که در کانکریت به وجود میآید بر محکمیت فشاریش تقسیم کنی، یک ضریب را میته که مدل ارتجاعیت میگه. بنابراین اینمی خاصیت از این مدل ارتجاعیت در دیزاین ها بازپسان در نظر گرفته میشه. متوجه شدین؟ مدل ارتجاعیت چیست؟ مدل ارتجاعیت نسبت تشنجات بر محکمیت یا مدل یانگ هم میگه، به حرف ای نشان داده میشه. خب واحد مدل ارتجاعیت همون میگا پاسکال است در حقیقت، که واحد تشنج هم میتونه باشه. منحنی تشنج بر محکمیت به این شکل نشان داده شده. مدل ارتجاعیت هم در حقیقت استرند و کمپرسیو استرس در اینجا میگه نشان داده شده. برای تجربه شده برای کانکریت های مختلف، برای کانکریت معمولی مدل ارتجاعیت به صورت تقریبی نظر به این فرمول ها میتونه نظر به این فرمول پیدا شود. صرف واحدش فرق میکنه، فرمول عین فرمول است. اگر واحد کیلوگرم بر سانتی متر باشه، مدل ارتجاعیت محکمیت فشاری کانکریت جذرش میگیره ضرب 15100 میکنه. صحیح؟ و در صورت میگا پاسکال ضرب 4700 میکنه، در صورت پوند بر اینچ مربع ضرب 57000 میکنه. چرا؟ جذر محکمیت کششی کانکریت. باز ای در دیزاین ها استفاده میشه. این صاحبای متوجه باشین که مدل ارتجاعیت در دیزاین در سافتورهای ساب، ایتابس، هر سافتوری را که ما بخوایم که یک عنصر آهن کانکریت هم دیزاین کنیم، خواص کانکریت میگه برسان اینجا. وزن کانکریت رسانده میشه، درست است؟ وزن حجمیش، محکمیت فشاریش رسانده میشه که چقدر محکمیت داره، و از جمله مدل ارتجاعیتش نشان داده میشه. یعنی عدد وارد میشه، یعنی چه مقدار است مدل ارتجاعیت کانکریت که تو استفاده کردی، این محاسبه میشه، باز اونجا انداخته میشه تا او بر ما باز دیزاین میکشه که کانکریت با این مدل ارتجاعیت اینی دیزاینش است. درست است؟ مدل ارتجاعیت که است و تغییر مربوط تغییر شکل، خاصیت تغییر شکل کانکریت است. از او خاطر رو در اینجا آورده. دیگه ضریب پواسون هم یک ضریب است، نه؟ این هم در دیزاین ها وضع میشه. ضریب پواسون که است یک ضریب را میگه که زمانی که یک نمونه آهن کانکریتی تحت بار محوری قرار میگیره، فشار مثلا وارد میشه، همزمانی که این طول نمونه فشار داده میشه، یا به حساب وقتی که تخریب میشه یا کمکی خود تغییر شکل میده به طرف پایین، به حساب اندازه ازی کم میشه، نه تو خود جمع میکنه، یا کمکی از اندازه عرض هم منبسط میشه. صحیح؟ اینمین نسبت تغییر شکل های جانبی، مقدار اندازه تغییر شکل جانبی بر تغییر شکل محوری یا بر طول چقدر مثلا کم شده، اینمی را ضریب پواسون است. متوجه شدین؟ نسبت تغییر شکل جانبی بر تغییر شکل طولی یک نمونه عناصر آهن کانکریتی را، این را ضریب پواسون، یک ضریب داره. ضریب پواسون میگه که در حدود 0.15 الی 0.17 است. این هم در اونجا وارد میشه، در دیزاین عناصر آهن کانکریتی در سافتورها وارد میشه. اگر فلز باشه بازی یک ضریب داره، اگر کانکریت باشه این را شما متوجه باشین، کنترل کنین که این ضریب باید وارد بکنین. همیشه این را به یاد داشته باشین. اینا همه خاصیتایی هست که باید در دیزاین آهن کانکریت در نظر گرفته شود. دیگه انقباض کانکریت است، این را ما خلاصه براتون میگم، وقت کم مونده، باز شما مطالعه کنین. انقباض کانکریت در حقیقت کم شدن حجم کانکریت میگه. کانکریت حجم خود نظر به زمان، نظر به شرایط کم میکنه. چرا کم میکنه؟ به دو دلیل کم میکنه یا به چندین عوامل کم میکنه. یکی مقدار آب خود از دست میده. کانکریت که تازه میندازی، زمانی که خشک میشه بعد از یک روز، دو روز، سه روز، یک چیزی کانکریت حجم خود یک چیزی بسیار اندک کم میکنه به دلیل آبش که در هایدریشن مصرف میشه، گرچه او را آبدهی میکنه و باز هم اون تعاملی که از تراکمیت خود دانه ها و اندازه های مواد اولیش با هم دیگه سبب میشه که کانکریت منقبض شود یا کمکی به حساب حجمش کم شود. اینمی کاهش، پدیده کاهش کانکریت که از زمان ریخت کانکریت تا 3 روز را بسیار شدید است، اینمی مسئله را انقباض کانکریت میگه. درست است؟ و این انقباض کانکریت ما شما به عنوان یک خواص بسیار عمده باید در نظر بگیریم، رو فراموش نکنیم که انقباض میکنه کانکریت و انقباض ها مختلف است. انقباض پلاستیکی است،
که در شیره سمنتی زیادتر اتفاق میفته. انقباض خود به خودی است که هم از اثر جابجایی خود سطح آب که در داخل از وجود داره، مثلا هم روی بیرونیش با شعاع تابش آفتاب آب خود از دست میته، منقبض میشه، یک درزهای مویک مانند هم به ایجاد میشه، درست است، کرک میشه. و قسمت پایینیش مثلا اگر سطح سرک شما در نظر بگیرین، کار ریاضی کرده باشین، او با آب زیاد تماس نداره و او جذب زیاد منقبض نمیشه، درست است. اینی خاصیت ها وجود داره و این بسیار کم است. انقباض خود به خودی این ابعاد 50 ضرب 10 به توان منفی 6 است میلی متر، بسیار کم است ولی هست، یک خاصیت است که باید ما شما بفهمیم. انقباضای دیگه از نوعی که به کانکریت اتفاق میفته، انقباض خشک شدن است. خشک میشه طبعا یک چیزی منقبض میشه کانکریت. انقباض اثر کاربونیشن است که اونمو سمنت با مواد اولیه جوش میکنه، یک مقدار در تعامل کیمیایی آب ضرورت است و آب از دست میره یا آب اونجا ضایع میشه به مصرف میرسه به خاطر سخت شدنش. و عواملی که بالای کانکریت بر انقباض کانکریت مؤثر است عوامل مختلف داره که اینجا ما بررسی کردیم. دیگه از جمله خاصیت خیزش یا کریپ است. این هم از جمله تغییر شکل کانکریت است. متوجه هستین که نمی خیزش، انقباض، مدل ارتجاعیت، اینا همه مربوطی تغییر شکل کانکریت است. متوجه شدین که تغییر شکل خودش مربوط خواص مکانیکی کانکریت است. این بسیار متوجه باشین. خیزش ما بسیار به زبان ساده براتون بگویم، این هم یک نوع تغییر شکلی است که از اثر کمبود آب یا کدام مسائل دیگه نیست. یک تغییر شکلی است که از اثر بارهای دائمی بالای یک عنصر وقتی که وارد میشه، این یک چیزی تغییری به خود ایجاد میکنه. اونمو تغییر شکل، اونمو تغییر ابعاد و اندازه، اونمو رو برش خیزش کانکریت یا کریپ میگه. کریپ صحیح. تا یک مقدار تحمل، درست است، از اثر بارهای دائمی گفتیم، نه موقت. موقتا هر عنصری باشه از خود یک مقاومت داره، ولی دائمی که مثلا لود بالای از زمین وارد باشه، مثلا سلب های بام، پوشش تعمیرات شما در نظر بگیرین یا پول ها را در نظر بگیرین که بار دائمی بالای ازی، حداقل بار خودش بالای ازی یک نواخت باشه، این به مرور زمان یک کمک تو خسته میشه. یعنی می خستگی از این موضوع باعث میشه که یک مقدار تغییر شکل به خود تغییر شکل مجاز داشته باشه که اونم تغییر شکل را ما و شما باید بفهمیم. او را در جمع کریپ میگه یا خاصیت خیزش کانکریت میگه که او قابل چی است؟ قابل ملاحظه است. باید ما و شما این را در نظر بگیریم و بفهمیم. گرچند در عناصر فلزی مسئله خستگی بسیار مهم است، ولی در عناصر آهن کانکریتی هم خاصیت خیزش و یا کریپ داره، ولی تا حدودی معینه. درست است. این از جمله خواص دیگه است که شما این رو روان میکنم و توسط از این فرمول محاسبه هم میشه. استرس بر مدل ارتجاعیت ضریب خیزش میشه. صحیح. این مقدار خودی کریپ بر ما میده و این در محاسبات باز در نظر گرفته میشه. از او خاطر عوامل مختلفی که برای کریپ ضرورت تاثیر داره، جنس و مقدار مساله سنگی است، نسبت میکس دیزاین است، سن کانکریت است، نه سن که گفتم طول مدت زمان بسیار تاثیر داره و این از اثر بارهای دائمی زیادتر اتفاق میفته. این مسائل است که ما و شما باید در جمله خواص مکانیکی آهن کانکریت و از جمله محکمیت کانکریت و تغییر شکل کانکریت باید متوجه باشیم و بفهمیم. دیگه از جمله مداومت و یا دوام کانکریت است، دیوریبیلیتی است. این روزی بعد مطالعه میکنیم. بسیار کم است ولی عمده بسیار مهم است و از جمع خواص مکانیکی یا آهن کانکریت ما و شما باز خلاص میشیم. میریم یک مروری بر میکس دیزاین خواهد داشتیم و بعد از او بر طریقه های دیزاین و کم کم پیش میریم به صورت کارهای عملی انشالله. و این توضیحات در بخش خواص مکانیکی کانکریت بازم براتون یک بار دیگه تکرار میکنم که به صورت عمده به 3 کاتگوری تقسیم میشه. خاصیت مکانیکی آهن کانکریت یکی چی بود؟ مداومت بود، ورکبیلیتی، دیگه استرنت بود یا محکمیت و دیگه مداومت و یا دیوریبیلیتی است. این 3 کاتگوری عمده که دو تایش ما شما خواندیم، ورکبیلیتی و استحکامیت خواندیم، مداومت و دوام کانکریت را روز بعد میخوانیم.